الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله إن آسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز و نهایت گرامی، الله جل جلاله خالق تمام نظام کائنات و مخلوقات هست. در مخلوقات ذات پروردگان برخی مخلوقات نورانی هستند. ملائکه های کرام از ابتدای پیدایش اکثرا در قیام و بعضی در رکوع و بعضی در سجده هست. یفعلون ما یؤمرون، به نسبت کاری که خداوند جل جلاله اونا را موظف ساختند یک ثانیه هم تأخیر نکردند. برخی از مخلوقات ذات پروردگار حیوانات هست. ملائکه های کرام 100% موجود نورانی هست. 100% نمی خورن، نمی نوشن، خواهشات دارن، ولی در مقابل حیوانات و جانورها 100% موجود مادی هست. الله جل جلاله انسان بین ملائکه های کرام و حیوانات آفرید. انسان از لحاظ جهانبینی اسلامی 50% آدمی معنوی هست، یعنی ملکوتی هست، و 50% انسان مادی هست. ولی ذات پروردگار برای مسلمان در طول حیات دو مکلفیت داده. یا ایها الذین آمنوا ای مسلمان ها، شما رابطه تان با ذات پروردگار قائم بسازین. ای مؤمنین، شما ایمان تان به درجه کمال برسانین. دومین مکلفیت یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مسلمان ها 100% شما در دین اسلام داخل شوین و اسلام بسیار زیبا تمثیل بکنید. برادران عزیز و نهایت گرامی، اگر مسلمان در طول حیات رسالت خود شناخت، ما شما یک روز صحبت کردیم که سیرش افقی نیست، ترقیش افقی نیست، بلکه سیرش صعودی هست. انسان بالا میره بالاخره به مقام میرسه که اوجا ملائکه ها رفتن میتونه، مثل که جناب نبی علیه السلام با یک روایت در شب معراج با ذات پروردگار ملاقات کرد. اگر دین از زندگی مسلمان نفی میشه، انسان بیدین میشه، یا انسان اساسا بیدین هست، سیرش برادر نزولی هست. چه انسان 50% مادی هست و خاک ماده هست، زیر پای ما و شماست، مقام انسان پایی میشه. اولئک کالانعام بل هم اضل، بالاخره ای از خنزیر کده هم بتر میشه. علماء کرام میفرماید این که انسان به حیوان نزدیک میشه، اولین مرحلهش مرحله گوسفندی هست.
همین مزاج گوسفند میبینیم بسیار بی تفاوت است، بسیار بی درد، زندگیش لازمی است، برای خود زندگی میکنه. اگر در یک چراگاه 1000 گوسفند باشه و یک گوسفند شما در درخت بسته کنین و 999 گوسفند پیش روی یک گوسفند ذبح بکنین، چرتش هم خراب نیست. وقتی که او را اعلام کنی میچرن. انسانی که برادر بیدین میشه احیانا زندگیش لازمی میشه. ما شما زیادتر در مکالمات خود میگیم فلان گوسفندی است، یعنی بسیار بی درد و بی احساس هست. در جامعه اسلامی هر تراژدی، هر غمی که برادر ظاهر میشه خود در مقابلش بی مسئولیت احساس میکنه. از این که بدتر برادر مرحله گرگ هست. گرگ موقعی که سر یک خود مرده حمله میکنه، باز حیوانایی که از او ضعیف است مثل روبا وره او را باز اجازه نمیده که پیش بیه. اکثرا بعض مسلمان هایی که قدرت های سیاسی را انحصار میکنه او را امتیاز فکر میکنه، دیگر نمیمانه که دو قیادت ها نزدیک شد. از این که خطرناک مرحله پلنگ هست. شما فطرت پلنگ دقیق درک کنین. وقتی پلنگ سر یک حیوان حمله میکنه از گلومش او را محکم میگیره، خونش چوش میکنه. وقتی خون در وجودش ختم شد باز که جسدش کار نداره. این برادر استعمار هست. پلنگ بسیار حیوان خطرناک هست. وقتی کشورهای استعماری سر کشورهای جهان سوم یا کشورهای اسلامی حمله میکنه، اونمو خونش میشوشه، شارک اقتصادیشه، برادر معادنش استخراج میکنه، بازگه که کشور کار نداره. از این کده خطرناکتر مرحله مار و گژدم هست. مار و گژدم این طاقت استعماری است که میخواه سیاستش و اقتصادش در تمام دنیا جهانی شود. شما متوجه هستین وقت مار و گژدم سر حیوان یا سر انسان حمله میکنه، زهر خدا در وجود انسان و حیوان زرق میکنه، بالاخره او از بین میره ولی برای خودش هیچ فایده نمیرسه. برادران عزیز و نهایت گرامی، امروز ما شما میبینیم کشور امریکا پلنگ. خب چطور پلنگ هست؟ ما با یکی از منابع خوانم که امریکا روزمره 4 میلیون بیلر تیل استخراج داره و خودش روزمره، یعنی در اضلاع متحده امریکا روزمره 20 میلیون بیلر تیل مصرف هست. یعنی فهمیده میشه که 16 میلیون بیلر تیل قرضدار هست. باید سر شرق میانه حمله بکنه، باید سر عراق حمله بکنه، باید حکومت قانونی عراق منهدم شود و رئیس جمهور قانونی شه در روز عید به خاطر ازی که وقار و عزت مسلمان را خرد کرده باشه، در روز عید را مثل یک بدمعش واره به شهادت میرسانه و تمام دنیا را یک اخطار نظامی میته، یک مانور نظامی هست. به هر صورت برادرای گرامی، ما شما از لابلای اخبار در ضمن جنگ فکری میشنیم که دین اسلام دین متعدی هست، دین اسلام دین خون هست، دین اسلام دین تجاوز هست. روزی که ما شما روز مولود صحبت میکردیم، من یک اشاره طرف حیات و رسالت جناب نبی علیه السلام کردم. خداوند جل جلاله بر نبی علیه السلام رسالتش معرفی میکنه. و این لک فی النهار سبحا طویلا، ای پیامبر گرامی، بری تو از طرف روز در یک بحر بیکران شناوری بی پایان هست. یک آبازی که خدا در بحر مندازه برادر، باز نجاتش در حرکت است، نجاتش در توقف نیست. آباز اگر دریاب 1 ثانیه توقف کنه غرق میشه. یعنی الله جل جلاله بر نبی علیه السلام میدان دعوت و پیکار به یک بحر تشبیه میکنه و نبی علیه السلام به یک شناور تشبیه میکنه که تو در امر خیرخواهی امت، در امر آبادی امت، تو
تو 1 ثانیه توقف کردن نمیتونی. موقعی که روز به پایان میرسه بالاخره تاریکی شب تمام افق با آغوش میگیره. بالاخره رسالت پیامبر چی هست؟ فاذا فرغت فانصب، وقتی که روز از میدان دعوت خیرخواهی و پیکار خلاص شدی مجاهده بکو، تو رخصتی نداری. و الی ربک فرغب، به پروردگارت رغبت حاصل کن، نزدیک شو. یعنی شب نماز تهجد بخوانه. یعنی جناب نبی علیه السلام در امر خیرخواهی جهان انسانیت حیثیت نمو قلب را داشت که شب و روز به خاطر خیرخواهی امت کار میکرد. مثل که پیشتر حدیث مبارک برای برادر گفتم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یقینا برنامه حیات مبارک نبی اعظم در طول حیات برای شما بهترین نمونه هست، او را اختیار بکنین. دیگه نبی پیامبر نمیه، هر مسلمان خیرخواه انسان هست. هر جایی که برادر مسلمان ها اگر صحابه کرام بودن و یا تابعین بودن، اگر اروپا رفتن، اگر هندوستان رفتن، اگر جنوب شرق آسیا رفتن، بالاخره مدنیت بردن. من برای شما یک مثلث ترسیم میکنم. این سوال ها است برادر که در بین جوانان خصوصا در پوانتون بسیار زمزمه میشه. این مثلث در زاویه فوقانیش سکندر مقدونی و یا هم ناپلیون هست. در دیگه زاویه برادر طارق ابن زیاد هست. در دیگه زاویش محمد ابن قاسم هست. شما نام سکندر مقدونی را شنیدین؟ طبعا شاه یونان بود. در یکی از محافل بزم، رقص، شرابخوری، در حالی که خودش و خانمش غرق در شراب بودن، خانمش در حالت نیشه برش گفت میخوایم که شاه جهان باشی. مورخین میگه که از اون مجلس لشکر خدا سوق کرد که ما تمام دنیا را میگیریم. ببینید شخص هدفش چی است؟ جهان گشایی. ولی دستاور چی است؟ خاک، مردم به خاک و به خون کشاندن، قتل، غارت. تا اینکه بالاخره سکندر مقدونی به افغانستان آمد، در ولایت لغمان در منطقه نورستان. مورخین میگه که ایره پشی ملاریا گزید، 12 شب و روز تو کشید، آخر بالاخره هلاک شد. فراموش نکنیم که خداوند جلاله همیش طبقات استعمارگره، چون ذات خدا نمرودگونه و فرعونگونه و خداگونه معرفی میکنه، الله جل شانه را توسط یک قوت بسیار ضعیف از بین میبره. قاتل نمرود کی بود؟ یک بشر. فرعون موجهای آب غرق کرد. خب اون خبیثه که سر کعبه شریف حمله کرد به نام ابرهه یاد میشه، خداوند ابابیل سرش مسلط ساخت. این دین کاغذی روس سر افغانستان حمله کرد، افغانستان سر کشور خورد. خداوند نقشی روس نقشی دنیا حذف کرد. ببینیم برادر، ما اگر سر طارق ابن زیاد صحبت کنیم، طارق ابن زیاد یک نوجوان بربر، یک نوجوان افریقایی، وقتی که پیام اسلام به بنیاد خیرخواهی به طرف غرب برد. ما شما راجع به مدت سنی در درس گذشته زیاد صحبت کردیم، راجع خب ضروری نیست که باز تکرار کنم. دستاوردش چی بود؟ 8 قرن مسلمان ها در اروپا چنان خلافت کردند که در روشنی خلافت نه تنها مسلمان ها در امن و سکون و عزت و رفاهیت زندگی میکردن، یهود و نصارا هم خوش بود. محمد ابن قاسم نوجوان 17 ساله به طرف هند و سند رفت، بر مردم دعوت سلوک داد، اسلام زیبا عمل میکرد، اسلام زیبا تمثیل میکرد. مردم از اخلاقش متاثر شد، مسلمان شدن، تعدادش به هزارها رسید. ایجاد میکرد که یک نظام تشکیل شود. راجه های مرحله را به طرف اسلام دعوت کرد، اونا دعوت نپذیرفت. بالاخره جهاد صورت گرفت و نظام اسلامی تأسیس شد. دستاوردش چی است برادر؟
فکر کنیم که در دوران به میلیون ها نفر به اسلام مشرف شد. از او تاریخ چیز کم 14 قرن میگذره. این انسان هایی که مسلمان پیدا شدن و بالاخره فنا شدن آیا دستاورد نیست؟ امروز در هندوستان برادر 300 میلیون مسلمان هست، 200 میلیون مسلمان در پاکستان است و در بنگلادش. یعنی توسط دعوت محمد ابن قاسم به میلیون ها و به میلیاردها انسان از آتش جهنم نجات پیدا کرد. ولی ما میبینیم امریکا را، ما دیدیم روسیه که در افغانستان چی کرد برادر. امروز افغانستان ما شما به زخم ناسور سرطان مبتلا هست. ما دیدیم که در آسیای میانه چی کرد. باور بکنین فتنه تاتاری ها، میدونیم تاتار کل ما شما تاریخ خواندیم، نظام خلافت عباسی ها را منهدم ساخت. ولی وقتی از زندگی عملی مسلمان ها متاثر شدن، مسلمان شدن، اولادش تیمور لنگ و حکومت مغول ها در هندوستان خود شما مطالعه کردین، بالاخره مدنیت اونمو قوم وحشی و جهان وقت مسلمان شد مدنیت رسان. از جمله جلال الدین اکبر شهر جلال آباد ساخت. یعنی چی برادر؟ یکی سیاست اسلام هست. سیاست اسلام ایثار هست. سیاست اسلام قربانی هست. من رسالت پیامبر گرامی و رسالت مسلمان براتان به قلب تشبیه کردم. یعنی پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم قلب واره، شب و روز به خاطر خیرخواهی انسانیت. صحابه کرام شب و روز به خاطر خیرخواهی انسانیت. ما جان به فنا دادیم تا زنده شما باشید. این شعار انبیا هست. این شعار صحابه کرام و مسلمان هایی که به معنای کلمه سر اسلام عمل میکنه. ببینیم گوگل شما تجربه کردین. وقتی گوگل شما به خاطر یک هدف در میتین، هدف چی است؟ شم باید برادر روشن شد. ولی قربانی رو چی میته؟ قربانی رو گوگل میته. گوگل سر خود آتش روشن میکنه، بالاخره شم روشن میسازه. تا که گوگل آتش سر خود روشن نکنه برادر شم هیچ وقت روشن نمیشه. نبی علیه السلام و صحابه کرام در صف اول برادر قربانی دادن. سیاست اسلام چی است؟ ایثار. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مفهوم آیه کریمه است که صحابه کرام با وجودی که به یک نعمت خداداد نهایت محتاج بودن ولی نفر دونی را نسبت به خود ترجیح میداد. حضرت عبدالله بن عمر قسم یاد میکنه وقتی ما صاحب یک درهم و یک دینار میشدیم، پیش از اینکه درهم و دینار را در جیب خود پرتیم سر مستحق اصلیش فکر میکنیم که آیا ما اینجا ما مصرف کنیم و اینجا همسایه ما مصرف کنیم. و سیاست دوم اسلام چی است؟ به خاطر رسیدن به هدف مقدس انتخاب وسیله مقدس. تکرار میکنم، به خاطر رسیدن به هدف مقدس انتخاب وسیله مقدس. پیشتر جناب مولوی صاحب بسیار زیبا صحبت کرد. آیه مبارکه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. ای پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم و خطاب به امت مسلمه هست، شما مردم به طرف دین اسلام دعوت بکنین. اگر قرار باشه دعوت به طرف دین خدا هدف مقدس باشه، الله جل جلاله وسیله رو برش مقدس انتخاب کرده بالحکمه. یادان نفهم شما هدف ما مقدس است، وسیله ما مقدس است. بیادر کوچک خدا میخوایم برای نماز بیدار بکنیم، خوب یک لغت جانانه میزنیم. وقتی که نیم خواه نیم بیدار است چی که بس بخی نماز بخوان، میگه نمیخوانم. خود به خود رو بدر ما به مرز کفر میرسانیم. یک صنفی ما بود بسیار مهربان آدم بود. در وقت گرمی پکر میگرفت، پکر نفر که غافل از نماز بود قرار برش پکر میزد، او را به باد پکر بیدار میکرد. بسیار به محبت میگه برادر نماز قضا میشه. میگفت خدا تو را خیر بده، جزاکم الله خیرا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. حکمت چی رو میگه؟ به اصطلاح عامیانه ما و شما نه سیخ بسوزنی کباب. کبابی که هدف داره برادر. گوشتان یک سرمایه است، سیخ هم یک سرمایه هست. اتنا میکنه که هم سیخ بسوزه و هم کباب بسوزه. اونجا برادر میمانا در اوتال ششته باشه. نه،
این گوشت باید کباب شد و سیخ باید روز آینده به کار بیاید. یا ما شما نگیم هم لعل بدستاید هم دل یار نرنجد. اینمی حکمت است. نبی صاحب زیبا گفت مطابقت الکلام لمقتضی الحال، موافق سوی هر کس صحبت کردن. ولی سیاست کفر چی هست؟ سیاست جهان استعمار چی هست؟ بخاطر رسیدن به هدف نامقدس انتخاب وسیله نامقدس. اگر برای امریکا گرفتن ژاپن هدف نامقدس بود، توسط یک بم در یک موقع 3 میلیون نفر کشت. امروز امریکا میخواد که سر شرق میانه حمله بکنه. یک چای عادی امریکا روزمره 3.5 بیلر تیل از او استخراج میشه، ولی در شرق میانه از یک چایش 3,500 بیلر تیل استعمار. خطوره میگه برادر که ما بدماش هستم، میزنم حکومتش و مردم تباه میکنم. استعمار ظاهرا آبادی، ظاهرا بازسازی، بسیار به حیله. ما صلح جهانی میخوایم و یک کشور عراق اتم میسازه. وقتی اتم ساخت، سلاح زرعی ساخت، صلح تمام جهان تهدید میکنه. ما خیشخواه هستم، ما خیشخواه هستم، ما بدماش نیستم. متوجه هستیم؟ بالاخره سرش حمله میکنه، هدف نامقدس، نظام از بین میبره. و شما میبینید اخبار برابر که روز در عراق چی حال هست. و یهودی هایی که از طرف استعمار، یعنی دانه خبیث سرطان در فلسطین روز مرا برادر چقدر مسلمانای ما به شهادت میرسه. خداوند شما را خیر بده. در درس گذشته ما شما استعمار را تعریف کردیم که از باب استفعال هست و خصوصیت باب استفعال یکیش طلب هست. ظاهرا آبادی، ظاهرا عمران، ولی در حقیقت استدمار، در حقیقت تخریب. برادر عزیز و نهایت گرامی، ما شما گفتیم که پیام اسلام پیامش جهانی هست. زمین ظرف هست، نظام مظروف هست. در این زمین باید انسان نمایندگی و نیابت ذات پروردگار را تشکیل بکنه، پس خلافت خدا را تشکیل بکنه. مثل که 13 قرن مسلمان ها بالای مناطق آباد دنیا حاکمیت داشت و در این حاکمیت همه مردم آرام بودن. اگر مظروف حق از این ظرف نفی شد، طبعا مظروف باطل جایش میگیره. و این مظروف باطل چی هست؟ استعمار هست. و ما شما گفتیم که استعمار 2 هدف جهانی داره. میخواد که سیاستشان جهانی باشه تا اقتصاد تمام دنیا را انحصار بکنه. خب وسایل داره. برادران خسته خونه شدین؟ یا کمک شور بخورین نه؟ یکی هدف هست، یکی وسیله هست. برای شما روز این مجلس هدف بود. یکی در موتر شخصی آمد، کسی در میلیباس آمد، کسی سر بایسکل آمد. یعنی خدا سر بایسکل و موترسایکل و سر توسط موتر خدا به این هدف رساندی. استعمار هم 2 هدف داره، ولی وسایلش زیاد است. اولین وسیلهش برادر تشکیل قیادت های ساختگی هست. میره شما بفهمید نبی علیه السلام میخواست به سطح جهان نظام تشکیل کنه، ولی قیادت بینا را تشکیل کرد. میخوایم سر اینمی مهمترین عنوان که قیادت است براتون صحبت کنم. قیادت برابر 2 نوع است. یکی قیادت بینا هست، یکی قیادت کور و قیادت نابینا هست. ما شما حیات مبارک نبی علیه السلام به 2 حصه تقسیم کردیم. زندگی مکی هست و زندگی مدنی هست. یگان نفر در پلانتون امرای بچه ما شوخی میکنم، میگم برادر مشکل ما تمام رای حکومت نیست، ما که امرای مردم خدا بسیار مشکل داریم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 13 سال مسلسل در مکه معظمه برای مردم ثقافت اسلامی را دست داد، توحید برای مردم دست داد،
برای مردم تربیه اسلامی را داد تا مردم به نظام اسلامی آماده شدند. امروز وقت از یک نوجوان پرسان میکنی بزرگترین آرمان چی است؟ میگه نظام اسلامی. پس وقت نظام اسلامی محبوبه و معشوقیت است، برادر مجنون خو لیلا را نشناخت، تو این محبوبه و معشوقیت را نشناسی؟ تو طبعا اسلام را نشناسی و میخوایش. یکی خوی مشکل است، عدم درک از اسلام. و عملا ما شما میبینیم که مردم ما از مسائل اسلامی معرف اسلامی نمیفهمند. اینما چقدر ما شما را این میلی سگ جنگی ما شما را بسیار یعنی یک آزردگی روحی نیست، ما شما را آزرده نمیسازن، روح مسلمان آزرده میسازن. ماشاءالله نوجوانای رشید، ریسفیدای نورانی دست میتبه تکسی، کجا میری حاجی صاحب، کجا میری برادر؟ والا میلی سگ جنگی میرم. خب برادر عزیز، این نوجوانایی که پدرش یا به حلال یا به حرام برش موتر میخرن و جالب نیست که یعنی تقاضای اسلامی هست. وقتی میبینه که در کابل مشکلات ترانسپورتی هست، یعنی موتر خدا بر یک ریش سفیدی سا کاکا جان کجا میری که من تو را برسانم، مادر جان کجا میری که من تو را برسانم. ولی این مسائل نادیده میگیره، برای دخترای مردم استاد میکنه بیا بالا شد. ما شما چشم سر ندیدیم میگه پاره. چی فکر میکنین؟ اگر نظام هم تأسیس شد سرزمین مردم حکومت میکنه سری سگبازان سری بدبختان، نبی علیه السلام از اقوام مختلف دانه های قیمتی را انتخاب کرد و بالاخره یک قیادت تشکیل داد. بلال از حبشه، صهیب از روم، سلمان از فارس. عبدالله اعظم رحمت الله علیه در یادداشت‌های خود نوشته میکنه که بلال حبشی در دوران جاهلیت اضافه را 3 درهم کسی او را نمیخرید، ولی وقتی که در صحبت پیامبر خدا 6 دانه قیمتی شد، یک خشت از محراب امت اسلامی شد. یک داستانش قصه میکنم، به هر صورت خدا به ما شما مربوطه که در سای خدا به پای اکمال برسانیم. موقعی که صلح حدیبیه صورت گرفت، مردم مکه معظمه به مدینه منوره رفت و مردم مکه معظمه به مدینه منوره رفت آمد شروع شد. حبیبه خانم نبی علیه السلام از جمله امهات المؤمنین و این دختر ابو سفیان هست. ابو سفیان با پرسان دختر خود تا باشه که این صلح هم تحکیم شود، ولی وقتی که از محضر تیر شد، از محضر مردم، اونجا بلال حبشی با چند تا از صحابه کرام استاد بود. وقتی ابو سفیان دید امو خاطرات تلخ مکه معظمه به یادش آمد، یک جمله گفت: والله ما اخذت سیوف الله من عدو الله ما اخذها. مفهوم است، قسم به ذات خداست که شمشیر خدا در موقعش گردن دشمنای خدا را قطع نکرد. در احد و در بدر گردنش قطع نشد، ولی پیشوی ما کاکا میگردن. خود ابو سفیان خواست جمله اشراف مکه بود، به حضرت ابوبکر صدیق صاحب شکایت بود. حضرت ابوبکر صدیق صاحب آمد، بلال حبشی را بسیار عتاب کرد، سرش قار شد. بازم دلش یخ نکرد، رفت پیش نبی اسلام عرض کرد: یا رسول الله، شما میفهمین که بلال حبشی ابو سفیان بسیار توهین کرد. نبی علیه السلام موضوع را درک کرد و گفت: یا ابابکر لعلک اغضبتهم. ای ابو بکر، شاید این یارای مرا، صحابی مرا ناراض ساخته باشی، آگاه باش. لعلک اغضبتهم فانک اغضبتهم، اگر تو یارای مرا ناراض ساخته باشی، فقط اغضبت ربک، در حقیقت پروردگار را ناراض ساختی. یعنی بلال حبشی موقعی که کسی را 3 درهم نمی خرید، ولی پیامبر خدا او را در قیادت اسلامی شامل کرد، او را تربیت کرد، به مقام رسید اگر حضرت بلال ناراض نشد ذات الله ناراض میشه. چرا ما میگیم پیامبر خدا در جریان 13 سال در مکه معظمه به خاطر تشکیل نظام اسلامی قیادت بینا را تربیت کرد؟ شب معراج
واقع معراج خو هم شما خواندین، استاد گرامی براتان گفتن. یکی نظام مشهود است، نظام مادی هست که ما شما میبینیم. یکی نظام غیب هست. آمنت بالله، ما به ذات پروردگار ایمان آوردیم. ذات الله جل جلاله از مشاهده غیب هست. ملائکه از مشاهده غیب است. جنت و جهنم از مشاهده غیب است. و بالاخره حشر و نشر همش از مشاهده غیب هست. موقعی که جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم در شب معراج از 7 آسمان عبور کرد، بالاخره به سدرة المنتهی رسید، با یک روایت با پروردگار ملاقات کرد، نظام غیب به چشم سر دید، جنت و جهنم دید، با انبیاء علیهم السلام ملاقات صورت گرفت. چی فکر میکنین؟ تو یک قائد و رهبری که هم نظام ظاهری را دیده باشه و هم نظام غیبی را دیده باشه و قیادت را که تشکیل میده، ای قیادت بینا نیست؟ این قیادت های نابالغ و این قیادت های کور و این قیادت های نابینایی که صرف هدفش ماده هست و از شعار اسلامی سوی استفاده میکنه، افسوس به حالشان. از حضرت علی کرم الله وجهه پرسان کردن که سطح ایمانت چطور است؟ اکثر صحابه کرام از یک دیگه که پرسان میکرد از صحتش پرسان نمیکرد. چطور است برادر جذبی ایمانت چطور است؟ اعمالت چطور است؟ حضرت علی کرم الله وجهه برش گفت قسم به ذات خداست، اینمی لحظه اگر ما جنت و جهنم به چشم سر ببینم، در یقین ما نه نقصان نه ترقی نه. یعنی غیب بر صحابه کرام مشاهده بود و مشاهده برش غیب بود. این صحابه کرام بودن موقعی که نظام اسلامی تشکیل شد. برادرای گرامی، هر یکیش به حیث والیها در کشورهای مختلف به حیث امیر اونها اجرای وظیفه کردن. انشاءالله قیادت بینا را هم شناختیم، قیادت نابینا را هم شناختیم که درسای ما شما زیاد هست. خب برادر عزیز، استعمار سر یک کشور که حمله میکنه، تو یک قیادت را روی کار میسازه که همش غلام های حلقه به گوش بر استعمار باشه. در درس گذشته براتان مثال دارم، ولی مثلا در وقت شاه شجاع بود، بعد از اون برادر ما شما دیدیم که نظام تغییر کرد، نظام کمونیستی شد. نور محمد ترکی، حفیظ الله یمین، ببرک کارمل، دکتر نجیب کسایی بودن که اونها استقلال نداشتن، همشان نوکرای زرخرید استعمار سرخ روس بود. جالبی هست، اگر بعض برادران ناراض نشن، چون یک دعوتگر هستم، به هر صورت دعوتگر مثل یک طبیب واریست، میخواد که علاج بکنه. ما بعض نوجوانان میبینیم که تصویرهای دکتر نجیب در شیشه خود، و دکتر نجیب کسی بود که قریه خود توسط اسکارت زد و قریه خود بالا کرد، منقلب شد، پس در زمین خورد. یا مثلا جمال عبدالناصر کسی بود که این خودش غلام روس و امریکا بود و در بعض حالات جالبی هست که یک تعداد علما را هم استعمار به پول میخره. مثلا در دوران کمونستان شما به نام ملاهای شؤون اسلامی و امثالش، من برای شما از سید قطب رحمت الله یک مثال میتم. موقعی که جناب سید قطب رحمت الله علیه را به جرم اسلام و به جرم اعاده خلافت او را به دار میکشیدن، اون موقع یک شیخ ازهر، شما خود میفهمید که در دنیا دو مرکز بسیار مشهور است، یکی جامعه ازهر است و یکی جامعه دیوبند است که یقینا برای جهان اسلام نهایت خدمت کرده. یک شیخ ازهر، ظاهرا عالم ازهر، خیرخواه امت، برای سید قطب چی میگه؟ از مراسم اعدام ما یکی هست که تو در آخرین لحظات حیاتت این کلمه مبارک بخوانی که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. سید قطب رحمت الله مرد بسیار مؤمن و بسیار با یقین بود. او برش تبسم کرد و من تعجب میکنم که
ما به جرم گفتن کلمه و به جرم مقتضای کلمه که از ما چی میخواه عملا به دار کشانیده میشم و تو به خاطر کلمه شکم تسیر میکنی. قیادت های ساختگی هدفش چیست که وجود استعمار در یک کشور خصوصا در کشور اسلامی مشروعیت بده. در روزا شما خبر دارین با معذرت این مضمونی را که ما شما میخوانیم کلش برادر سیاست هست. باید مسلمان سیاست مدار باشه، هوشیار باشه، بیدار باشه. به خدا باور بکنیم که مضمون جنگ فکری شاگردای پانتون مشیشتن چند مرتبه را خواندن. در حقیقت جنگ فکری اناتومی سیاست مستمر اخبار جهان هست. خب برادر زیاد نمیگیم، قیادت شما شناختین، یعنی استعمار میخواه به خاطر وجود فیزیکیش توسط علمی قیادت های تقلبی و ساختگی خود مشروعیت بده. دومین وسیله‌اش چیست برادر؟ تخریب سنگر عقیدتی مسلمان. انشاءالله 10 دقیقه دیگه صحبت کنیم بس است. سر برادران وقت نشه 11 و 7 دقیقه هست. خب تا 11 و 20 صحبت میکنیم 10 دقیقه برای سوال میمانیم. تخریب سنگر عقیدتی. متوجه باشین استعمار به این دلچسبی نداره که سنگر عقیده مسلمان تخریب کنه، ولی تخریب سنگر عقیده مسلمان این خودش یک وسیله است به خاطر رسیدن به یک هدف. یک روز ما شما در این مسجد صحبت کردیم. موقعی که خلافت اسلامی منهدم شد، بالاخره عبدالحمید پادشاه زندانی شد. آهسته یک کشور اسلامی به 44 کشور تقسیم شد و 44 قیادت تقلبی بالاخره استخدام شد. وزیر یعنی وزارت مستعمرات انگلیس یک شورای اضطراری را دایر کرد. دایی برادر وزیر مستعمرات با مشاورین انگلیسیش خب یک انگلیس دست خدا بلند کرد، گفت برادر مسلمان ها امروز نظام خود از دست داد ولی ملت مسلمان هست. میشه که ملت در آینده اتو یک قیادتای را تشکیل بده که او مشابه به صلاح الدین ایوبی باشه و یک مرتبه دیگر باز هم اونمو عزت مسلمان ها اعاده شود. چی باید کرد؟ اینمی سنگر عقیدتی باید منهدم شود. هفته گذشته خدمت شما را خلاص تشریح کنم، ولی فراموش نکنید که به خاطر ازی که دعوتگر میخواه ذهن مردم بسیار آسان بفهمانه، ذهنش خلاص کنه. من و شما اونمون مثال شکر دادیم. دیروز هم امرای برادرها در کارتسی صحبت داشتیم، این مثال برشان ارائه کنیم. ببینید اصل شکر هست. تمام شیرینی که در بازار هست او فروعات شکر هست. اگر نقل است یا چاکلیت است یا امثالش است. اصل شکر است که او هست. شکر که نباشه برادر در دنیا نقل چاکلیت هم پیدا نمیشه. اصل ایمان هست. اصل جهاد نیست، اصل نماز نیست، اصل حج نیست، اصل اخلاق نیست. ایمان که باشه همگی است، ایمان که نباشه هیچ چیز نیست برادر. اونها تازه در کرده بودن که این مسلمان هایی که 13 قرن در دنیا خلافت و سیادت و عظمت و عزت و استقلال داشتن، اصل چی بود؟ اونها صاحب یک سنگر بسیار محکم عقیدتی بودن. در درس گذشته من مثال حضرت عبدالله بن حذافه سبب براتان دادم. یعنی پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در جریان مبارزه در مکه معظمه بالاخره سنگر عقیدتی مسلمان ها را کانکریت ساخت. امی قلب نیست، قلب. ما شما همیشه گفتیم که قلب مسلمان خانه عظمت ذات الله هست. در تفسیر عزیزی در یک حدیث مبارک میگه که ذات پروردگار از بنده های خود یگله میکنه، ای بنده های من، نه دشمن مشترک شما را که شیطان هست او از خانه ابدی شما راندم که او جنت هست، ولی با تاسف که
او شیطان مشترک بالاخره در خانه ما پناه دادیم که او قلب تو هست. یعنی قلب هر صحابی مال آمال از نور خدا شد و وقتی که مسلمان ها به مدینه منوره هجرت کردن بالاخره شریعت تکمیل شد، نظام با تمام عناصرش تکمیل شد و این صحابه کرام برای تمام دنیا چلنج داد بیاین مسلمان شویم. و در این مجلس از قربانی های صحابه یاد شد. چی باید کرد؟ باید سنگر عقیده مسلمان از بین ببریم. این کمپانی شکر باید تعطیل بکنیم که دیگه در تمام دنیا یک چاکلیت پیدا نشه. چی باید کرد؟ تهاجم فرهنگی. بیان که فرهنگ کفر در فرهنگ کشورهای اسلامی عام بسازیم. خب برادر چطور عام بسازیم؟ از طریق اطلاعات جمعی، از طریق تدریس در پوهنتونها، از طریق تدریس در مکاتب. نظام اختلاط یعنی چی؟ بچه و دختر باید یک جای درس بخوانن. شما وقت خرد بودین یا تولد هم نبودین، در دوران کمونستان به نام مشاعره این مسئولین نوجوانای پلانتون بچه و دختر جمع میکردن. برنامه های تلویزیون بود، یکی بر دیگه برادر شعر و شاعری. یعنی چی؟ دختر و بچه باید نظام اختلاط. در پلانتون روز یک بچه گفت استاد نظام اختلاط دیگه چی نقص داره؟ گفتم برادر عزیز امی لین برق نیست، یکیش مثبت است یکیش منفی است، یکیش گرم است یکیش سرد هست و کمان در فاصله فیزیکی هست. در هر لین یک فاصله وجود داره. اگر برادر این فاصله از بین نره، یعنی از بین بر ببخشه این فاصله، لین مثبت و منفی با هم یک جای میشه، شارت میشه، اول نور از بین میره، تمام کارخانه ها تعطیل میشه و جایش تاریکی میگیره. به هر صورت تهاجم جهان غرب، چی از طریق اطلاعات جمعی، چی از طریق پوهنتون ها، حتی از طریق سپورت. بعضی نفر به نوجوانا احتیاطا نگفته نمیتونم، سپورت کار بسیار خوب هست ولی نه به حدی که باید سپورت برای مسلمان هدف شود. شما فوتبالرها رو میبینید در غازی استادیوم اکثرشان آنقدر عاشق سپورت هستند که بالاخره فوتبال برش هدف شده و بارها برادر گرامی نمازایشان قضا میشه. در این مجلس یک نفر از انگلیس‌ها دست خدا بالا کرد، گفت فرهنگ سپورت با کشورهای اسلامی برادر وارد بسازیم. مثلا شما یک کرکت میبینیم در پاکستان، یک بازی انگلیسی هست در مسابقات بین‌المللی و شما اکثر پشاور اونجا گزاره کردیم دیدیم. وقت مسابقه پاکستان با کشورهای دیگه میشد، بازارها برادر فضایش سرد میشد، مساجد فضایش سرد میشد، همه مردم در خانه مسابقات میدیدن، نمازهایشان قضا میشد. این خاطره رو ما فراموش نمیکنیم که در پشاور ما در مسجد شیشته بودیم، یک نوجوان بسیار چهره شکلی دیدم بسیار به غصه داخل مسجد شد ولی اونمو گوشیگکش در گوشیایش بود. اونجا جناب مولوی صاحب تبلیغ میکرد برای مردم ولی این طرف سینه خود متوجه بود. من گفتم رادیو در گوشش است، حتما اونمو اخبار مسابقه را تعقیب میکنه. در جوش تبلیغ یک دفعه به اختیار چک کرد. البته تیم پاکستان چند پوینت گرفت و اظهار خوشی کرد. یعنی عرض میست که جهان استعمار سپورت برای نوجوانان هدف ساخته، چون استعمار دقیق درک کرده که در تمام دنیا انقلاب هایی که صورت میگیره اگر به جهت راست میره یا چپ میره مهر اساسیش جوان ها هست. همون حدیث پیامبر خدا که بار ما شما تکرار کردیم، فحالفنی الشباب، این نوجوانا که کمر همت مرا بسته کردن. چی باید کرد؟ فرهنگ سپورتی باید وارد شه. خود کلمه فوتبال ببینید، سر ما قار نشین، شاید بین شما بسیار فوتبالرها باشه، اینمی واژه فوتبال ای اجنبی هست. والیبال، باسکتبال، سپورت اصلی در اسلام اسب دوانی.
نیزه‌بازی، دوش، به هر صورت فرموده مولوی صاحب یعنی فوتبال حرام نیست، ولی بفهمیم که برادر این فرهنگ سپورتی از جهان کفر و کشورهای اسلامی وارد شده تا باشه که این سپورت برای نوجوانای بیدار آنقدر هدف شود که رابطهش به مراتب با ذات پروردگار قطع شود. خب برادرای عزیز، امی عنوان ایجاد انقلاب فرهنگی یا ترویج فساد، این انشاءالله هفته آینده سرش مکمل صحبت میکنیم. این در پای نقی دیگه خلاص نمیشه. برادرایی که انشاءالله سوال دارن، هفته گذشته دو برادر سوال کرد بسیار معقول، ولی متوجه باشین که درسای جنگ فکری را که ما شما میخوانیم احیانا مسلمان مایوس هم میشه، ولی به هر صورت موقعی که این کورس ما شما ختم میشه، شاید ما یعنی 2 نشست یا 3 نشست به خاطر تدافع ازی چطور ما از این حالت نجات پیدا کرده میتونیم. تا که شما قناعت نکنین مجلس ما ترک میکنیم یک، و در باب استشراق 20 سوال هست. یهود و نصارا اعتراضات را که سر اسلام داره از 20 اعتراض زیاد نیست، یک اعتراضش انشاءالله ما شما سرش صحبت خواد کریم. یعنی هفته گذشته برادر سوال کرد، گفت شما مثل یک مریضی که برای دکتر تکلیف خدا بیان میکنه، ولی من تکلیف دارم، نارام هستم، بیخواب هستم، بی اشتها هستم، هم اعضای وجودم شدیداً درد میکنه، او طبیب خوب برش گوش میکنه، داخل به خاطر علاجش یک نسخه میته. یعنی سوال برادر این بود که شکایت بیان میکنی ولی نسخه برای ما نمیتی، نسخه را انشاءالله ما شما باز داخل میتیم این نسخه را. یک و دیگه از برادر، ما شما مکلف به دین هستیم و دین اسلام ضامن سعادت دنیا هم هست، ضامن سعادت زندگی قبر هم هست. چه فکر میکنین قوم نوح علیه السلام با سر طوفان هلاک شد، تا بال در عالم برزخ است و از قیامت خبری نیست. دیگه بگه که ساده هست، القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران، یا باغچه از باغچه های جنت هست، یا لجنزاری از لجنزارهای جهنم. این هم در نظرتان بگیرین، ضامن سعادت دنیا و ضامن سعادت عالم برزخ و ضامن سعادت زندگی ابدی آخرت برادر. و این که ما شما مکلفیت هم داریم که باید چی بکنیم در دنیا در مقابل برادری هجوم نظامی استعمار، هجوم فرهنگی استعماری. مکلفیت نوجوانان چی هست؟ بالاخره این حلقات است که نوجوانای ما را از غفلت میکشن، بیدار میسازن. یک دعوتگر برای ما میگفت میفهمین که این مسلمان ها حیثیت شیر داره، ولی متاسفانه که شیر خو هست، این شیر خو هست. این شیر بیدار بکنین. اگر این شیر یک دفعه بیدار شد، باز این شیر جرأت و کمال خدا نشان میده. یک عالم دیگه عجیب یک مثال دیگه داد، گفت یک موقع در غازی سیدون گفت مسابقه شد که مسابقه بین موش و بین شیر هست. کل مردم بسیار تعجب کردن، والا گفتی که مسابقه بین موش و شیر، پیسه خودم افسر تکت مصرف کنیم. یقینا بعض مردم وقتی که استادیوم رفتن دیدن که یک شیر هست در میدان افتادگی است، موش در جان شیر آورد، ولی میبینه که این موش گاهی در سرش خیز میزنه، گاهی دنبش میگیره، گاهی در کمرش. آخر مردم فهمیدن که والا این شیر خو خواه است، این شیر خواه است، ولی موش برادر گاهی در سرش، گاهی در کمرش، گاهی دنبش میگیره. باز گفت برادر امروز مسلمان ها مثل شیر وارستن، خب کلش خو کنه و این باطل و استعمار مثل موش واره هست. چون جهان اسلام خو هست، گاهی کفر جهان کفر یک کشور اختار بته، دیگه کشور اختار بته، سرو کشور تعرض کو. اگر این حلقات باشه انشاءالله که امت بیدار شد، باز امت شیر است. انشاءالله مو خلافت که 13 قرن برادر تمام نقاط تاریک دنیا را روشن کرد. امیدوار هستم انشاءالله که به برکت امت و حلقات و نمو عزت از رفته مسلمان ها انشاءالله دوباره اعاده میشه.